دوستان، این پشک ها را که در این مترو میبینید، اینها وظیفه دارند که مردم ها را تلاشی کنند و اینها کارمندهای دولتی کشور اسرائیل هستند. خیر از تعجب نکنید، حالی برایتان واضح میسازم. خب اصلا این پشک ها در مترو یا ریلوی استیشن کشور اسرائیل به خاطر دولت به حیث یک نفری که تیکت ها را چک میکنه کار میکنند. اما چرا این قسم است؟ چرا پشک ها؟ چرا سگ ها نه؟ چرا یک حیوان دیگه نه؟ خب داستان قسمی است که در کشور اسرائیل تعداد پشک ها زیاد شده بود و دولت هم حیران مانده بود که با این پشک ها چه کار کنند. بالاخره به این مرحله میرسند که این پشک ها را تربیت میکنن و میآموزند برایشان که چه قسم برخورد منطقی با انسان ها داشته باشند و یک تعداد کمتر از این پشک ها به این کار موفق میشن و برای این کار انتخاب میشن و دولت هم به خاطر اینکه این پشک ها کار میکنه و به دردشان میخورن برایشان به خاطر خوابیدن جای میده و برای خوردن هم غذای سالم. چند نکات بسیار مهمه که درباره پشک ها وجود داره. شماره 1: پشک ها در تاریکی تا 6 برابر بهتر از انسان ها میبینند. شماره 2: پشک ها می توانند بیشتر از 100 نوع صدا تولید کنند. شماره 3: پشک ها هنگام افتادن از ارتفاع بالا بهتر تعادل خود را حفظ میکنند. شماره 4: سبیل ها یا بروت های پشک برای اندازه‌گیری فضا و جهتیابی استفاده می شود.